یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما در قبرهاتون مثل فتنه دجال امتحان کرده میشتون. فتنه دجال از همه بزرگترین فتنه از روزی که الله تعالی زمین و آسمان را آفریده تا روز قیامت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ما بین خلق آدم الی قیام الساعه، ما بین خلق آفریده شدن حضرت آدم تا قیامت قایم شدن فتنه نیست که از فتنه مسیح دجال بزرگتر باشد. آدم پیش دجال رو میبرد مسلمان بود، گشته میبود کافر، دینش بای میدهد نعوذ بالله به واسطه واخوردن این فتنه. این فتنه بسیار وزنین است. الله تعالی در پناهش نگاه داره. بنابراین در 5 وقت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم فتنه مسیح دجال، از فتنه مسیح دجال پناه میجوید، بعد سلام میدادن. و ما من نبی الا حذر امته من، یگان پیغمبر نیست که امتش را از فتنه مسیح دجال نترسانیده باشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم چنان ترسانیدن که صحابه فکر کردن که از دجال همین بین خرمزار میبرد. بعد گفتن که نه، گفتن اگر دجال براد و من باشم فانا حجیجه دونکم، من خودم گفتم مسئلهش حل میکنم، شما پروا نکنید. لیکن اگر من مرده باشم و دجال براد فکل امرئ حجیج نفسه، هر آدم خودش دجال کدی حساب کتابش میکنه. گفتم یا رسول چیکار کنیم دجال براد؟ گفت فقولوا حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل گوید. اون دعایی که حضرت ابراهیم وقتی آتش پرتافته شدن گفتند و نجات یافتند، دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که تمام احزاب بر ضدشون جمع شد گفتند و نجات یافتند، همون دعا را گویید هم گفتند. خلاصه فتنه مسیح مثل فتنه مسیح دجال، یا قریب که مثل نزدیک به فتنه مسیح دجال هر یکی شما در قبرش امتحان کرده میشه. یعنی فتنه مسیح دجال هم خیلی فتنه ای که آدم سوال و جواب میشد، کافر میشد. بنابراین نروید تا گفتن. اگر فهمید که دجال به دیار شما اومده است، غیر مکه و مدینه به همه جا میدراید. در آمدی مکه و مدینه فرشته ها محاصره میکنن مکه و مدینه رو، در آمدن دجال رو اجازت نمیدن. لیکن در دیگر شهرهای دنیا به همه جا میرود. از شهر اصبهان 70,000 پیرو پیدا میکند دجال. همینگونه تمام شهر و ناحیه های دنیا رو در مدت 40 روز که یکم روزش مانند 1 سال است، دوم روزش مانند 1 ماه است، سوم روزش مانند 1 هفته است، باقی مانده 37 روزش مانند روزهای عادی است. یعنی در همین مدت تمام دنیای میگردد. اگر شنوید که دجال به دیار شما اومده است، بارو نبرید با واخورش، چون که احتمال است که شما میرید مسلمان میگردید کافر افتاد. چون که وای شما قانع میکنن، میگن که من خدا میگم. شما میگید که دروغ میگوید، تو خدا نیست. میگه خیلی چیکار کنم برای خدا بودن و اثبات کردن چیکار کنم؟ گوید فلان کار کن. گوید اون کاری گفته که تو نمیکنه در جاش. میگوید راست گفتی. 2 بار 3 بار امتحان میکنید، هر چی که گفتید اجرا میکنه. بعد احتمال است که بنده به اون ایمان بیارد. یک امتحان تقدیر ساز، یا آدم دوزخی میشد یا جنتی میشد. بنابراین مثل فتنه مسیح دجال شما در قبرهاتون امتحان میشید. هم گفتن